ام، برای ماشین متاسپلویتبل 2 سرویس دیگه‌ای که بررسی کردم سرویس سامبا بود. مثل یعنی وقتی که از دستور nmap استفاده کرده بودم nmap sv مشاهده کردم که پورت های 139 و 445 هم بازم از سرویس سامبا روشون داره اجرا میشه و نسخهشون هم که قابل مشاهده است. من می‌دونستم که در نسخه قدیمی تر این سرویس یک نقص امنیتی مهم وجود داره به اسم username map script که به این نقص به مهاجم اجازه میده تا با دستکاری نام کاربری هنگام درخواست اتصال کدهای مخرب خود رو مستقیما به سیستم عامل تزریق کنه. بنابراین من از این مسئله استفاده کردم. از فریمورک متاسپلویت دوباره استفاده کردم و ابتدا سرچ کردم یوزر مپ سکریپت رو که ببینم چه ماژول هایی براش هست و این ماژولش رو پیدا کنم در واقع که خب پیدا کردم و مجدد مثل بقیه ماژولا این رو مطالعه کردم. بعد پارامتر مورد نظر که اینجا آره هاست باشه رو ست کردم و اجرا کردم. همونطور که قابل مشاهده هست متاسپلویت در واقع این آسیب پذیری رو اکسپلویت کرده، یک سشن ایجاد کرده از نوع کامند شل و من دسترسی پیدا کردم به ماشین متاسپلویتبل و همطور که میبینید من با دستور هوامای هم استفاده کردم که دسترسی در سطح روت اثبات بشه. این آخرین آسیب پذیری پورتی بود که من بررسی کردم روی متاسپلویتبل و 3 تا تست نفوذ دیگه که انجام دادم تحت وب بود و من در واقع من بیارم عکسش رو حملات تحت وبی رو روی ماشین متاسپلویتبل انجام دادم که با نام کاربری ادمین وارد شدم، وارد این به قولی بخش وب متاسپلویتبل شدم و توی این برنامه تحت وب من 3 حمله فایل اینکلوژن، SQL اینجکشن و کامند اینجکشن رو انجام دادم. در واقع اولی حمله که میخوام بهش بپردازم LFI همون لوکال فایل اینکلوژن بود. برای این کار وارد ماژول مربوطه شدم و توی ماژول من URL رو دستکاری کردم. توی URL این بخش این ماژول به طور پیش‌فرض یک پارامتر پیج مساوی با include.php بود که من با استفاده از تکنیک پیمایش دایرکتوری کاراکترهای اسلش و اسلش نقطه رو اضافه کردم به صورت مکرر و در واقع این پیلود رو تزریق کردم. با انجام این کار چیزی که من در خروجی مشاهده کردم محتوای فایل etc پسورد بود که شامل لیست کاربران سیستم عامل سرور که هم سیستم عامل متاسپلویتبل هست و در نتیجه من به اطلاعات حساسی دست پیدا کردم که خب این نشون میده که آسیب پذیری وجود داره. همین کار رو من در سطح امنیتی بالا هم انجام دادم. این برنامه تحت وب DVWA برای هر ماژول 3 تا سطح داشت، لو، مدیوم و های. من این 3 تا حمله رو برای هر 2 سطح لو و های انجام دادم که مقایسه هم کرده باشم. خب همونطور که اینجا هم گفتم یعنی نوشتم برای سطح امنیتی بالا من مجدد همون حمله رو انجام دادم، همون پیلود رو تزریق کردم ولی خروجی ارور بود که فایل پیدا نشده. برای اینکه در واقع حالا حمله در واقع ناموفق بوده، کاری که کردم بررسی سورس کد بود چون سورس کد هم توی این برنامه تحت وب
یک گزینه قابل دسترس هست که بشه بررسیش کرد. بنابراین من بررسیش کردم، متوجه شدم که این سورس کد هست. در واقع مکانیزم وایت لیستینگ داره اجرا میشه و همونطور که مشخصه فقط فایل های مجاز، در واقع همین include.htp میتونه چیز باشه، به پارامتر پیج تخصیص داده شده باشه و در نتیجه از فراخواندن فایلی که خارج از این لیست مجاز که همین یه دونه هست باشن جلوگیری میشه. حمله بعدی SQL injection بود. توی قسمت SQL injection ماژولی که مربوط بهش بود، بعد یوزر آیدی میشد وارد کرد و در خروجی نام کاربری رو میداد. بنابراین کاری که من کردم استفاده از یک پیلود استاندارد بود، or 1=1 که یک شرط همیشه درسته. این من وارد کردم و بعد توی خروجی لیست تمامی کاربران رو به من داد که خب این نشون میده که یک آسیب پذیری رو نشون میده در واقع، یعنی برنامه هیچ اعتبارسنجی و پاکسازی روی ورودی کاربر انجام نمیده و مستقیما ورودی رو به کوئری اصلی میده و در نتیجه من الان به اطلاعاتی دسترسی دارم از طریق تزریق این پیلود که نباید داشته باشم و خب آسیب پذیری SQL injection هم اینجا وجود داره. در سطح امنیتی بالا من مجدد همین کار رو انجام دادم، اما اطلاعات غیر مجازی به من نداد. برای همین اومدم یک چیز دیگر رو امتحان کنم. URL رو بررسی کردم، دیدم که پارامتر ID اینجا به راحتی قابل تغییره و عددی که جلوشه رمز نشده، مثلا کاملا کلیر تکست راحت میتونم عوضش کنم. امتحان کردم و دیدم که با تغییر دستی مقدار پارامتر ID من میتونم که اطلاعات مربوط به سایر کاربران رو در خروجی بگیرم و خب این در واقع SQL injection نیست، اما این در واقع منظورم که اون آسیب پذیری که در سطح لو بوده نیست، اما اینکه میتونم از طریق تغییر URL به سادگی دسترسی به اطلاعات سایر کاربر داشته باشم، میتونه یک ضعفی در کنترل دسترسی باشه، برای اینکه اگر مثلا سایتی باشه که برنامه در واقع با یعنی آیدی یوزر به فرد اطلاعات حساس در مورد خودش رو بده، قاعدتا نباید بشه که با این راحتی به اطلاعات حساس سایر کاربران هم کاربر بتونه دسترسی پیدا کنه. و اینجا من 2 تا رو امتحان کردم و که به من کاملا اسم و فامیلشون رو میده. آسیب پذیری دیگه که بررسی کردم کامند اکسکیوشن بود که وارد ماژول مورد نظر شدم. توی ماژول من بعد یک IP وارد میکردم که برای من پینگ رو انجام بده، عمل پینگ رو انجام بده. کاری که کردم این عبارت رو من پیلود رو من تزریق کردم، این عبارت رو من دادم و همطور که قابل مشاهده است خروجی به من محتویات فایل etc پسورد رو داده و این نشون میده که به واسطه این آسیب پذیری که وجود داره در این ماژول من تونستم نه تنها در واقع منطق اصلی برنامه رو دور بزنم، بلکه دستورات دلخواهم رو به طور مستقیم در سطح سیستم عامل اجرا کنم و فایل ها رو بخونم. وقتی که برای سطح امنیتی های این کار رو انجام دادم با خطا مواجه شدم که بعد بررسی کردم. من عکس سورس کد رو اینجا نیاوردم متاسفانه، ولی بررسی کردم به این صورت بود که شرط بسیار دقیقی استفاده شده بود تا ورودی کاربر به طور کامل اعتبار سنجی براش انجام بشه. در واقع ورودی کاربر حتما باید به 4 بخش مجزا تنظیم شد و برنامه تنها در صورتی اون ورودی رو پردازش میکرد که هر 4 بخش
دقیقا قالب عددی داشته باشن. نتیجتا سیستم صرفا آدرس های آی معتبر رو میپذیره و نمیشه، یعنی هر گونه تلاش برای تزریق دستورات لینوکسی با شکست مواجه میشه. این بود تمام 10-11 مورد آسیب پذیری که من برای ماشین متاسپلویتبل 2 بررسی کردم. برای سایر ماشین من تو ویدیوهای دیگه میگم که خیلی طولانی نشه.